أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم أما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران و بینندگان و شنوندگان محترم، الحمدلله که ما و شما از گراماتیک زبان عرب، از علم نحو، از کتاب al-Oҷurrumia 6 درس گرفتیم. بنده حالا میخواهم درس هفتم را از این کتاب al-Oҷurrumia به سمع شما برادران و خواهران و خواهشمندان آموزش زبان عربی برسانم. پس درس هفتم ما و شما از این عباره های کتاب al-Oҷurrumia شروع می شود که باب الافعال، الافعال ثلاثة. از اینجا شروع می شود. صاحب کتاب می گوید که باب الافعال. درس امروزه ما و شما درباره فعل ها و تقسیمات فعل صحبت می کند. اگر یادتان باشد ما در درس‌های گذشته گفتیم در زبان عربی دو نمود کلمه است، کلمه های مبنی هستند و کلمه های مُعرب. پس ما و شما مُعرب ها را حالت های اعرابیش خواندیم که در رفع چی طور می شود، در نصب چی طور می شود، در حالت جزم و در حالت خفض چی طور می شود. اینها را در گذشته با علامت های اصلی و فرعی هایشان خواندیم. اکنون در این درس ما و شما میخوانیم کلمه هایی که فعل هایی که مُعرب هستند و فعل هایی که مبنی هستند. مُعرب آخرش تغییر مییابد با سبب عوامل و مبنی آخرش تغییر نمییابد. میبینیم که صاحب کتاب چی میگوید؟ میگوید که باب الافعال، باب در موضوع فعل های زبان عربی صحبت میکند. میگوید که الافعال ثلاثة، یعنی فعل ها به سه قسم تقسیم می شود. ببینید الفعل، فعل به چند قسم تقسیم می شود؟ به سه قسم. فعل های زبان عربی به سه قسم تقسیم می شود. یکمش می گویند الماضی، الماضی. دویمش، قسم دویمش المضارع، المضارع. و قسم سیمش الامر، فعلی امر. پس این سه نمودی فعل است. فعل ماضی می شود و فعل مضارع می شود و فعل امر می شود. اکنون برای هر یکی از اینها مثال ها به این طریق است. دقت بدید. مثلا میگوییم که نصر، نصر فعلی چی است؟ فعل ماضی، زیرا که نصر یعنی که کمک کرد، نصرت داد. و یک مرد، کی نصرت داد؟ در زمان گذشته. پس فعل ماضی معنایش زمان گذشته بوده است. پس نصر فعل چی است؟ فعل ماضی است. و فعل مضارع می شود که ینصر، فعل مضارع می شود که ینصر، یعنی که نصرت می دهد. ینصرو معنیش چی است؟ نصرت می دهد، یاردم می دهد. پس که یاردم می دهد؟ در دو زمان، حالا یا در زمان آینده. ببینید ینصرو یعنی که حالا یاردم می دهد یا در زمان آینده یاردم می دهد. پس فعل مضارع دو زمان داشته است، زمان حال و زمان آینده. اکنون از کجا بدانیم که فعل مضارع کی زمان حال می شود و کی زمان استقبال؟ در کتاب صرف میر بعض اشاره های، بعض علامت های و قرینه هایی که برای شناختن فعل مضارع که برای زمان حال است یا برای زمان استقبال، بعض اشاره هاش گفتگی بودیم. اکنون این ینصرو فعل مضارع بوده است، دو زمان در بر می گرفته است، زمان حال و زمان آینده. فعل مضارع. فعل امر باشد چی؟ می شود که انصر، انصر یعنی که کمک بکن تو. انصر، انصر کمک بکن تو، یاردم بکن تو، نصرت بده تو. کی نصرت بده؟
بعد از گپ زدن نصرت بده. پس معلوم شد که فعل امر معناش زمان آینده بوده است، فقط زمان آینده، یعنی عنصر در زمان آینده چیکار کن؟ نصرت بده. خب اکنون صاحب کتاب میگه که الافعال ثلاثه، فعل ها میگه به سه قسم تقسیم میشود. یکمش ماضی، یکمش الماضی، و دویمش مضارع المضارع، و سومش امر الامر. و سه نمودی فعل ها مانند نحو، مانند اکنون مثال میزند میگه ضرب، ما در جا نوشتیم نصر، ضرب هم به مثل همین نصر فعل ماضی است. ضرب یعنی زد وی مرد در زمان چی؟ گذشته، فعل ماضی. یضرب، یضرب میزند وی مرد در زمان آینده یا که حال، میزند وی مرد حالا یا در زمان آینده، دو زمان رو در بر میگیرد، گفتیم فعل مضارع. وضرب به مثل عنصر، کمک کن، کی کمک کن؟ در زمان آینده. پس اضرب بزن، کی بزن؟ در زمان آینده بزن. پس عنصر فعل چی بوده است؟ فعل امر بوده است. یک زمان رو در بر میگیرد که زمان آینده رو و بس. خب اکنون برای ما و شما صاحب کتاب این فعل ها را کدامش مبنی هستند و کدامش مُعرب هستند اشاره میکند در این کتاب. دقت بتید، زیرا که در این کتاب فقط اشاره میکند، پس از ما و شما توضیح طلب میکند. میگه که فالماضی، پس میگه یکم فعل ماضی که هست، فعل ماضی میگه مفتوح الاخری ابدا، همیشه مبنی علی الفتح میشود. فعل ماضی همیشه مبنی بر چی است؟ مبنی بر فتح است. ببینید مثلا من میگویم که ضرب، ضرب، پس در تحلیل کلمه میگویم فعل ماضی مبنی علی الفتح، آخرش ببینید فتحه کی است؟ میگویم فعل ماضی مبنی علی الفتح. پس فعل ماضی مبنی علی الفتح است. گفت ابدا صاحب کتاب اگر گپش را دقت بتیم پس میشود ضربو. ببینید ضربو، ضربو این هم همچنین مبنی علی الفتح است، لیکن فتحه المقدره، فتحه مقدرش میگن این را. منع من ظهورها اشتغال المحل به حرکت المناسبه. ببینید یک حرکتی، این حرکت برای مناسبه برای واو آمدگی است. میگه اصل اگنی به مثل اون ضربه اینجا هم فتحه است. این یک مذهبی هست، مذهبی ابن آجروم و بعضی از عالم هایی که این طور میگویند. یا مثلا میگویم که ضرب تو، دقت بتید، ضرب، ضرب، ضرب تو. پس به موافق سخن ابن آجروم بگیریم ضرب فعل ماضی مبنی علی الفتحه المقدره میگوییم، فتحه المقدره. دقت دادید؟ چرا؟ زیرا که صاحب کتاب ما را گفت که فالماضی مفتوح الاخری ابدا، گفت همیشه، گفت آخرش فتحه می شود. فتحه که می شود اینطور تقدیرش میکنیم با تقدیر. اما از این بهتر و خوبتر بعضی از عالم ها این را توضیح خوبتر میدهد، میگوید که فعل ماضی سه حالت دارد، مبنی بر سه چیز می شود. میگوید یکم میگوید مبنی علی الفتح است. دقت بتید، یکم فعل ماضی مبنی علی الفتح است، مبنی علی چی است؟ علی الفتح. ببینید نصر آخرش چی است؟ فتح است. پس میگه یکم مبنی بر فتح است، در 4 جا مبنی بر فتح می شود. نصر یاردم کرد و یک مرد در زمان گذشته، نصرا یاردم کردن ویها 2 مرد در زمان گذشته، مبنی علی الفتح شد. نصرت یاردم کرد و یک زن در زمان گذشته، نصرتا یاردم کردن ویها 2 زن در زمان گذشته. پس ان همین 4 تا مبنی علی چی می شود؟ مبنی علی الفتح می شود. دقت، مبنی علی الفتح از 14 صیغه فعل ماضی 4 تاش مبنی علی الفتح است. دقت بتید. اکنون دوم، قسم دوم که مبنی علی الضم می شود. مبنی علی چی می شود؟ مبنی علی الضم.
در یک جا مبنی علی الضم می شود. اون کدام است؟ در حالتی که در آخرش واو جمع مذکر پیوست شود، به مثل ضربو. ببینید ضربو. پس میگیم فعل ماضی مبنی علی الضم لاتصاله بواو الجماعه. دقت دادید؟ این مذهب بهتر و خوبتر است، زیرا که تشویش دور میکند. دیگر نمیگیم که مبنی علی فتحه المقدره منع من ظهورها اشتغال المحل بحرکت المناسبه. اینطوری گپا را دیگر نمیگیم، میگیم مبنی علی الضم لاتصاله بواو الجماعه. بس همین قدر گپ میگیم. این بهتر و خوبتر است. از اون حساب این را بگیرید، در ذهنتون خوبتر هست. دوم نمودش، نمود سیوم جایی که مبنی می شود مبنی علی سکون می شود. دقت، سیوم جا مبنی بر چی می شود؟ مبنی علی السکون. مبنی علی السکون در باقی مانده فعل ها می شود. دقت دادید؟ در 4 جا مبنی علی الفتح بوده است، در 1 جا مبنی علی الضم بوده است و در باقی مانده در 9 جای دیگر مبنی علی السکون هست. به مثل ضربنا، زدن ویها زنها مبنی علی السکون. ضرب بیره ببینید ساکن است. پس این آسانکش میگیم که اذا اتصل، وقتی که در آخر فعل ماضی پیوست شود الضمائر المتحرکه، ضمایر متحرکه مرفوع، ضمایر متحرکه پیوست شود. به مثل ضرب نه، این نون جمع مؤنث است، متحرک است. نه ببینید آخرش چیکار کرد؟ ساکن کرد. 1 جا ضرب تا، زدی تو یک مرد، آخرش سکون کرد، برای تا ضمیر متحرک است. ضرب توما ضمیر متحرک است، آخرش سکون میکند. ضرب توم آخرش سکون میکند. ضرب تی، ضرب توما، ضرب تون، ضرب تو، ضربنا. ببینید در 9 جای دیگر فعل ماضی مبنی علی السکون میشده است. دقت دادید؟ پس معلوم شد که فعل ماضی همیشه مبنی هست، آخرش تغییر نیابنده است، اما 3 حالت دارد: مبنی علی الفتح در 4 جا، مبنی علی السکون مبنی علی الضم در 1 جا، مبنی علی السکون در 9 جای دیگر. 4 و 1 5 و 9 قطعی چند می شود؟ 14 جا. در 14 جا فعل ماضی همین طور بیان کرده می شود. این هست حالتی فعل ماضی. خب فعل ماضی به آخر رسید، میگذاریم در فعل امر. صاحب کتاب در دوم فعل امر بیان کرد. چرا؟ زیرا که فعل امر چند به مثل این چند حالتهای مبنیگی دارد و خلاص، و فعل مضارع حالتش گوناگون که است، این را در آخر گذاشت. ببینید چی میگه؟ میگه که والامر مجزوم ابدا. میگه فعل امر مبنی علی السکون هست یا مجزوم است مبنی علی السکون همیشه، یا میگیم که فعل امر مبنی است همیشه. اما این فعل امر حالتهای بیناش چند نمود می شود. اینجا صاحب کتاب گفته است مجزوم، یعنی در حالت جزم است، زیرا که فعل امر در اختلاف است که فعل امر مبنی است یا در اولش لام است که آخرش جزم کردگی است، به مثل لتضرب. ببینید لتضرب آخرش ساکن شد، برای چی؟ برای در اولش فعلی، در اولش حرف لام درآمد، لام امر. در بدان خوانده بودیم که لام امر آخر فعل امر را جزم میکند. پس اختلاف است که آیا همین اضرب که میگیم یا عنصر که میگیم اینجا در یک لام پنهان است که آخرش سکون کرد یا این مبنی هست. مسئلهش اختلافی است که در بعدها در کتاب‌های دیگر به تفصیل خواهیم خواند. خب ببینید میگوید که فعل امر مجزوم است همیشه، اما این همچنین چند حالت ها دارد. حالت یکم دقت بدید، حالت یکم فعل امر مبنی است، مبنیون علی چی؟ علی السکون، مبنیون علی السکون، مبنی علی السکون است. در کجا فعل امر
مبنی علی السکون می شود در فعلی که آخرش صحیح باشد. در فعل مفردی که آخرش صحیح باشد، در مفرد مؤنث، در مفرد غایب مذکر، به مثل چی؟ انصر مخاطب، انصر چی میگیم؟ نصرت بده تو. در فعل امر در مفردش در یکم که نصرت بده تو یک مرد، اگر آخر حرفش صحیح باشد مبنی علی السکون میشده است. دقت دادید؟ مبنی علی چی میشده است؟ سکون در یک جا فعل امر. و دوم مبنی میشود مبنی علی حذف النون، علی حذف نون. دویمش مبنی علی حذف نون می شود. در دو جا فعل امر مبنی علی حذف نون می شود. اون کجا است؟ انصرا نصرت بدهید شما دو مرد، نصرت بدهید شما دو مرد. آخرش چی شد؟ مبنی علی حذف نون بود، زیرا که اصل تنصرانی بود، آخرش نون داشت. انصرا نون حذف شد، پس آخرش مجزوم است علی حذف حرفی مبنی علی حذف حرف نون هست. مبنی علی چی است؟ حذف حرف نون. در دو جا انصرا کمک کنید شما دو مرد یا انصرا کمک کنید شما دو زن. در این دو جا دو مرد دو زن وقتی خطاب که میکنی آخرش چی میشود؟ مبنی علی حذف نون میشود. دوم و همچنین در سوم جا مثلا میگیم که انصرو اصلش چی بود؟ تنصرون، نون داشتک، لیکن فعل امرش که کردیم نون از بین رفت. پس در فعل امر در سه جا با حذف حرف چی بوده است؟ با حذف حرف نون. در یک جا مبنی علی چی بوده است؟ مبنی علی السکون. در یک جا، در سه جا مبنی علی حذف نون بوده است. دقت بدید. خب حالت سومش مبنی علی حذف حرف علت می شود. مبنی علی حذف چی می شود؟ حرف علت. حرف علت حذف میکنی. این مبنی علی حذف حرف علت در فعل های می باشد که آخرش حرف علت باشد. مثلا که میگویم که دعا یدعو واو دارد، فعل امر می شود ادعو، مبنی علی حذف حرف علت. ببینید بخاطر چی؟ بخاطر آخرش حرف واو بود. وقتی فعل امر که میکنیم مبنی علی حذف حرف علت می شود، واو حذف میکنیم. یا که مثلا میگیم خشیه یخشا، فعل امر چی می شود؟ اخشا. یخشا الف داشت، اخشا فعل امر مبنی علی حذف حرف علت شد، یعنی الف حذف کردیم. یا رما یرمی، فعل امر می شود که ارمی، آخرش یرمی یا داشت، فعل امر که کردیم ارمی یا را حذف کردیم. پس شد مبنی علی حذف حرف چی؟ حرف عله. مبنی علی حذف حرف عله. سیوم و چهارم دقت بدید مبنی علی فتح می شود. مبنی علی فتح می شود. مبنی علی الفتح. اکنون مبنی علی فتح در کجا می شود؟ مبنی علی فتح در حالت می شود که در آخر فعل امر نون توکید همراه شود. دقت دادید؟ مبنی علی حرفی مبنی علی فتح می شود وقتی در آخرش حرفی نون توکید همراه شود. مثلا ببین ایلد، مثلا میگیم ایلد اضرب، فعل امر مبنی علی السکون از حالت یکمش است. وقتی که ما میگوییم نون توکید همراه میکنیم چی میگیم؟ میگیم اضربن نون توکید خفیفه. پس اضربن فعل ماضی فعل امر مبنی علی الفتح شد. ببینید مبنی علی الفتح. چرا؟ زیرا اینکه با نون توکید خفیفه پیوست شد. یا نون توکید ثقیله میمونیم میگیم اضربن، نون توکید ثقیله همچنین مبنی علی الفتح میشود.
پس در یک صورت که نون توکید ثقیله یا خفیفه در مفرد فعل امر همراه شود، در مفرد فعل امر مذکر، آخرش چی میشده است؟ مبنی علی الفتح میشده است. پس خلاصه این مبنیای فعل امر مبنی علی السکون در دو جا می شود. کجا و کجا است؟ در مفرد مذکر انصر نصرت بتید تو یک مرد، یا میگیم که انصر نه نصرت بتید شما زنها. در این دو صورت مبنی علی السکون می شود. در ذهنتون بگیرید در دو جا، زیرا که فعل امر چند صیغه دارد؟ همگی 6 تا. اکنون در دو جا مبنی علی چی میشده است؟ مبنی علی السکون. در یک مرد نصرت بتید یک مرد، یا مثلا میگیم اضرب بزن تو یک مرد، یا میگیم اضرب نه بزنید شما زنها. در این دو جا چی شد؟ مبنی علی السکون شد. بعد دوم مبنی علی حذف حرف علت می شود. این در فعل هایی که آخرش حرف علت دارند، به مثلا میگیم که ایخ شا اصل جای الف بود، این الف حذف شد، پس مبنی علی حذف حرف علت شد. در فعل هایی که اون فعل ها آخرشون حرف علت داشته باشند مبنی علی حذف حرف علت می شود. سوم مبنی علی حذف حرف دوم مبنی علی حذف حرف نون می شود. در سه جا گفتیم مبنی علی حذف حرف نون می شود. در اضربا بزنید شما دو مرد، اضربو بزنید شما همه مردها، یا اضربا بزنید شما دو زن. در این سه جا مبنی علی چی می شده است؟ مبنی علی حذف نون. اکنون مبنی علی حذف حرف علت می شود در فعلی که آخرش چی باشد؟ حرف علت باشد. در فعل معتل الاخر آخران حرفش حرف علت باشد. مبنی علی الفتح می شود. مبنی علی الفتح در چند جا می شود؟ مبنی علی الفتح در یک جا می شود. اون کجا است؟ مبنی علی الفتح در بمثل اضربن، نون توکید ثقیله اگر همراه شود، یا نون توکید خفیفه. نون توکید که دو نمود می شود، کدامش که پیوست شود مبنی علی چی می شود؟ مبنی علی الفتح می شود. پس این هست فعل امر. با همین فعل امر اکنون به آخر رسید. فعل امر با همین چی شد؟ به آخر رسید. یک جای دیگر فراموش شد که مبنی علی حذف نون می شود. اون در مفرد مؤنث هست. اضربی یا انصری اصلش تنصری نبود، نون داشتک. پس معلوم شد که مبنی علی حذف نون در 4 جا بوده است. در اضربا دو مرد، اضربو جمع مردها، اضربی یک زن، اضربا دو زن. در این 4 جا مبنی علی چی میشده است؟ مبنی علی حذف نون میشده است. از آخرش نون حذف میشده است. دقت دادید؟ پس این هست حالتهای بینای فعل امر که فعل امر به این طریق مبنی می شود. اکنون میگذاریم به فعل مضارع. اکنون میگد که والمضارع ما كان في اوله احدى الزوائد الاربع. میگه فعل مضارع فعل است که در اولش یکی از زوائد 4 گانه باشد. یجمعها قولک، این زوائد 4 گانه را سخن تو میگه همش یک جای جمع میکند که انای تو الف و نون و یا و ت. ما گفتیم که الف و نون و یا و ت انای تو حرفای مضارعت است. حرفای زوائد 4 یا حرفای مضارعت، حرفای مستقبل، اینها همشون حرفای انای تو را در نظر دارند. پس انای تو حرفای چی بوده است؟ زوائد 4 یا حرفای مستقبل یا حرفای مضارعت. و هو مرفوع ابدا. فعل مضارع میگوید همیشه مرفوع می باشد. حتی یدخل علیه ناصب او جازم، تا زمانی که میگه بر اون ناصب و جازم داخل شود. یعنی وقتی که ناصب و یا جازم داخل شود از حالت رفع تغییر مییابد. صاحب کتاب در اینجا همین قدر گفت، اما ما یک چیز دیگر را علاوه میکنیم. میگیم فعل مضارع در 2 جا مبنی میشود. فعل مضارع در 2 جا مبنی می شود. در کجا است؟ در جمعی اگر نون جمع مؤنث پیوست شود. مثلا میگیم که ین در 2 جا، اینجا یکمش میگیم ین
ببینید ینصر نه، ینصرنا یعنی کمک میکنن ویها زنها، میگیم یضرب نه میزنن ویها زنها. انمی ویها زنها اگر که شد در همین حالت فعل مضارع همچنین مبنی است. مبنی بر چی است؟ مبنی بر سکون. مبنی بر چی می شود؟ مبنی بر سکون. این حالتی یکمش، یا در اینجا بنویسیم که مبنی علی سکون. حالت یکم ده فعل مضارع می شود مبنی علی سکون. دقت بدید، حالت یکم فعل مضارع مبنی علی السکون، مبنی علی السکون. دقت دادید، مبنی بر سکون میشه. در کجا؟ در حالتی که نون جمع مؤنث پیوست شود به مثل چی؟ ینصرنا، چطوری که حالا نوشتیمش، یعنی نصرت میدهد ویها زنها، یا تنصرنا نصرت میدهد شما زنها. همین دو صورت. در حالت جمع غایب زنها یا مخاطبات زنها چی میشده است؟ مبنی علی السکون میشده است. مثلا ینصر ری را ببینید آخرش چی میشود؟ ساکن میشود، ینصر نه. یا تنصر ری را ببینید ساکن است، تنصر نه. در این دو صورت چی بوده است؟ مبنی علی السکون بوده است. خب این مبنی علی السکون بود. حالت دومش فعل مضارع همچنین مبنی میشود، لیکن مبنی علی الفتح میشود. ببینید مبنی علی چی میشود؟ علی الفتح. مبنی علی الفتح، مبنی بر فتح می شود. مانند چی؟ در آخرش نون توکیدی ثقیله یا خفیفه بدروید. مثلا که ینصرن، لینصرن. ببینید فعل مضارع اولش ده اگر لامی، ببینید لام میاریم، ینصرو بود نه، نون توکید میاریم، این رو مبنی علی چی می شود؟ مبنی علی الفتح می شود. نون توکیدی خفیفه یا میمونیم نون توکیدی ثقیله، لینصرن یا که لینصرن. در اینجا مبنی علی چی شد؟ مبنی علی الفتح شد. فعل مضارع در دو حالت مبنی می شده است و خلاص. اما فعل ماضی همه وقت مبنی است و فعل امر همه وقت مبنی است. فعل مضارع در دو جا مبنی می شده است و خلاص. در باقی مانده حالت ها که صاحب کتاب حالا بیانش میکند مبنی نیست و معرب است. اکنون میگوید که و هو مرفوع ابدا. فعل مضارع همه وقت آخرش چی میشود؟ همه وقت آخرش مرفوع میشود. همه وقت آخرش مرفوع میشود، یعنی که همه وقت آخرش حالت رفع دارد، یا حالت رفع به ضمه باشد یا به ثبوت نون باشد به مثل یضربان، یضربون. خلاصه که همه وقت حالتش مرفوع می شود فعل مضارع را. اکنون میگوید که حتی یدخل علیه ناصب او جازمون. انا اکنون ناصب ها در اول فعل مضارع بدرایند اگر آخرش تغییر میتیند، یا جازم ها در اول فعل مضارع بدرایند تغییر میتیند. خلاصه اش همین که ناصبه ها 10 تا از صاحب کتاب میگوید، حالا بیانش میکنیم، و جازمه ها 18 تا است همچنین صاحب کتاب میگوید. حالا انشاءالله اینها رو بیان خواهیم کرد. پس معلوم شد که فعل مضارع معرب بوده است که آخراش تغییر میافته است. فعل ماضی و فعل امر اینها هر دوشان مبنی بودند، یا میتونیم بگیم فعل مضارع در دو جا مبنی میشود و خلاص. در غیر این دو جا فعل مضارع همه وقت معرب است، آخرش تغییر یابنده است. پس این هست فعل مضارع. پس بیایید میخونیم اکنون نواصب را، که نواصب چند تا است اینجا را پاک کنیم به خاطر نوشتن نواصبات یا مثال هایی را که کوتاه کوتاه درباره نواصب ها می نویسیم. دقت بدید، ما گفتیم که صاحب کتاب میگوید که نواصب 10 تا است. ببینید میگوید که فالنواصب 10، یعنی که نواصب فعل مضارع 10 دانه است. اونها چی هستند؟ و هی، میگه اکنون اون 10 دانه ان و لن و اذن و کی و لام کی و لام الجحود و حتی و الجواب بالفاء و الواو و او. چند تاشی؟ 10 تا. اکنون این 10 تا به 3 قسم تقسیم می شود. در دفتراتون نوشته کنید زیرا که بسیار مهم است. به 3 قسم تقسیم می شود.
ان، لن، ایدن، کی 4 دانش خودشان ناسبه هستند، خودشان نصب میکنن. خلاص احتیاج به یگان چیزهای تقدیری نداریم. حالا خلاصش همین رو در دفتراتون نوشته کنید. و یک تاش اون لام کی هست. لام کی بعدش جایز است که ان ظاهر شود یا ان پنهان شود. هر دوش جایز است. دو صورت جایز است که آشکارش کنیم، جایز است که پنهانش کنیم. حالا مثال هاش نویسنده بعد میفهمید. حالا خلاصه همین رو بنویسید که لام کی دویم قسمی نواصب عشره بوده است که جایز است ان رو پنهان کنیم یا ان رو آشکار کنیم. خب دویم و 5 تا باقی مانده شکنون 4 تاش خودشان گفتیم ناصبه هستند و لام کی پنجمش جایز است که ان رو پنهان کنیم یا آشکار کنیم، زیرا که ان نصب کرده ایستاده است. و 5 تا دیگرش واجب است که در تحت اونها ما ان رو پنهان کنیم، آشکار کردن ان جایز نیست. این 3 تقسیم رو بنویسید. 4 تاش بگویید بعدش خودشان ناصبه هستند، 1 تاش بعدش ان جایز است که پنهان کنیم یا تقدیری کنیم یا ظاهریش کنیم و 5 تا دیگرش تقدیری می شود. ان واجبه که باید تقدیری باشد. بیاید اکنون یک تا مثالاشا میگیریم. دقت بتید. میگوید که صاحب کتاب که ان یکم نواصب ان هست. ببینید مثلا من میگویم که اریدو یعنی که من میخواهم ان تذهب. ببینید پیش از اونه که ان در اینجا بدراید این فعل مضارع مخاطب بود، تذهبو بود. میروی تو یک مرد. ببینید آخرش چی بود؟ آخرش دمه بود، تذهبو، میروی تو یک مرد. اکنون در اینجا در بین ان در آمد. ان از ناصبه است گفتیم. دقت بتید. ان این دمه را گرفت و در جاش فتحه را آورد، نصبش کرد. دقت دادید؟ از حالت رفع به حالت نصب بردش. تذهبو میگفتیم. ان که آمد تذهبو شد، یعنی که من میخواهم که بروی تو. ترجمهش من میخواهم که بروی تو. اریدو ان تذهبه. ان آخرش چیکار کرد؟ آخرش نصب کرد. یا در افعال خمسه باشد، مثلا 2 مرد باشد، پیش از اونه که ان بدراید میشد که تذهبانی. وقتی که ان را در اول تذهبانی بدرایم نصبش میکند، لیکن علامت نصبش حذف حرفی چی میشود؟ حرفی نون میشود. نونی که عوض رفع است، حذفی نون میشود. دقت دادید؟ ان تذهبا، اریدو ان تذهبا، میخواهم که شما 2 کس بروید. اکنون دیگه باقی موندهش جمع مذکر و مفرد مؤنث و مثنی مؤنث، اینها هم چی میشوند؟ با حذف حرفی نون میشوند، چطوری که براتون بیان کردیم. یا که مثلا اگر مفرد مذکر باشد اریدو ان اذهب، میخواهم که من خودم بروم. اذهب اریدو بود، مثلا اذهبو بود، لیکن ان که در اولش در آمد اذهبش کرد. خلاصه ان در اول فعل مضارع بدراید آخرش چیکار میکند؟ نصب میکند، چی فتحه باشد چی حذف حرف نون عوض رفع. خب این یکمش بود. دویمش لن هست. لن به مثل چی است؟ لن مثلا من میگویم که فعل جهد را ما و شما در بیدان خوانده بودیم. مثلا که تذهبو یعنی میروی تو یک مرد. تذهبو. یا مثلا میگویم که یا مثلا میگویم که تضربانی. اکنون بیاید در اولش دویم حرف ناصبه که لن است میمونیم. لن رو در اینجا موندیم. ببین لن تذهبو بود،
لن آمد آخرش چیکار میکند؟ نصب میکنه. لن تذهب، دقت دادید؟ آخرش نصب کرد، یعنی نمیروید تو یک مرد در زمان آینده. اکنون در این تضریبانی نون عوض رفع دارد. در اولش وقتی که ما لن رو میاریم میشود لن تضریبا، نون از بین میبریم. لن تضریبا، دیدید؟ اینجا را نصب کرد با حذف حرف نون، یعنی که علامت نصبش حذف حرف نون بود. در منصوبات ما خوانده بودیم که در امثله خمسه حالت نصبش حذف حرف نون است. پس اینها از امثله چی است؟ از امثله خمسه است. این دویمش بود. و سیوم جایی که فعل مضارع منصوب می شود، دقت بدید. سیوم جا اون حرفی چی است؟ حرف اذن هست. حرف اذن سه شرط دارد. ببینید، ان بدون شرط عمل کرد، لن بدون شرط عمل کرد، لیکن اذن سه شرط دارد. حالا مثالش می نویسم با شرطش می گویم. دقت بدید. مثلا یک آدم مرا میگوید که، یا بیا در اینجا بنویسیم. ببینید، یک آدم مرا میگوید که اریدو، یا که مثلا سأزورک، ببینید، سأزورک یعنی که بزودی من تو رو زیارت میکنم، در زمان آینده من تو رو زیارت میکنم. پس در جواب میگوید که، ببینید دقت بدید، مثلا من میگم که وقتی تو مرا زیارت کردی من چیکارت میکنم؟ احترامت میکنم. اکریمک یعنی اکرام میکنم من تو را، اکرام و حرمت میکنم من تو را. اکنون دقت بدید، وقتی که در اولش ایزن میدراید، ایزن، ببینید پس این طور میشود. سأزورک، این گپ بود چید؟ یعنی یک از دیگر مرا گفت که من تو را زیارت میکنم، پس من در جواب گپش میگم که ایزن، ببینید ایزن اکریمک، آخر چه چه تغییر داد؟ اکریمک، یعنی پس من تو را احترامت میکنم، اکرامت میکنم. دقت دادید؟ اما این ایذن با سه شرط عمل میکند. سه شرط بنویسید. شرط یکمش باید در اول کلام باشد، در اول سخن باشد، پس عمل میکند انا همین طور. دقت دادید؟ این شرط یکمش است. شرط دومش باید در فعل مضارع چسبیدگی باشه. چطور میگیم؟ ایذن اکریمک، چسبیدگی است، بربر هستند. دوم شرط است. سوم شرطش این اکریمک به معنای زمان آینده باشد، زمان حال نه، آینده. چطور گفتیم که فعل مضارع دو زمان در بر میگیرد، فقط به زمان آینده باشد، پس چیکار میکند؟ عمل میکند. ایذن. انمی سه شرط قطعی. بیاید اکنون شرط را میشکنیم. مثلا یک آدم میگوید که سأزورک، من یا خودم میگوید که من به زودی تو را زیارت میکنم. پس تو میگویی یا من میگویم که مثلا اول پیش از ایذن میگویم که اینی، ببینید اینی ایذن اکریمه نمیگیم. اکنون چی میشود؟ اکریموک. چرا؟ زیرا که ایذن در اول نیامد، اول اینی آمد. پس من اینی، هر آینه من اکرام میکنم تو را. دقت دادید؟ در اول اینی که آمد، یکم شرط شکست. شرط که شکست فعل مضارع را منصوب نمی کند. این یکمش بود. یا مثلا من میگویم که یک کس میگوید که مثلا سأزورک، اینجا چی بود؟ ایذن اکریمک. یک کس میگوید که سأزورک، پس من میگم ایذن، بعد ایذن، بعد در اینجا میگویم که انا ایذن انا اکریمک نمیگیم دیگر. چی میگیم؟ اکریموک. چرا؟ زیرا گفتیم دویم شرط همین است که این ایذن با فعل مضارع چسبیدگی باشد. پس انا که در اینجا درآمد، پس جدا کرد بین ایذن و فعل مضارع، پس در این صورت عمل نمیکند. دقت دادید؟ پس این نازکی را در ذهنتان داشته باشید. این شرط، سه شرط برای ایذن هست. و چهارمش کی هست. کی به مثل چی؟ به مثل مثلا
کی مثلا تقرر ببینید الله در قرآن چی میگه؟ تقرر عینک عینها تقر عینها تقر عینها. دقت دادید؟ یعنی که نور چشمی حضرت مادر حضرت موسی روشن گردد با دیدن حضرت موسی. وقتی که حضرت موسی را در بحر نیل در دریای نیل برده پرتافت، پس الله تبارک و تعالی گفت که در قرآن به این لفظ نه، در اولش کی آمد، یعنی لام کی را آوردن، خود کی را آوردن، خود کی. و مثل الله چی گفت؟ ببین تقرر عینها بود، تقرر آخرش ببینید چی ای؟ دمای تقرر. در اولش الله در قرآن میگه که کی، اکنون تقرر نه، کی که آمد آخرش نصب میکند به مثل این لن، به مثل ایذن. پس چی میشود؟ پس میشود که کی تقرر. دقت دادید؟ آخر فعل مضارع منصوب کرد، کی تقرر عینها، تا اینکه من ترجمهش، تا اینکه نور چشمان مادر حضرت موسی روشن گردد. یعنی با دیدن حضرت موسی که وقتی در خانه فرعون افتید و باز الله تبارک و تعالی موسی را به مادرش برگردان که شیر دهنده حضرت موسی مادرش خودش شد. همون را میگه که کی تقر عینها، تا اینکه نور چشمانش روشن گردد، نور چشمان مادر حضرت موسی علیه السلام روشن گردد. دیدید؟ پس این هست کی. این 4 تا که تا حال خواندیم گفتیم خودشان عمل میکنن بدون یگان تقدیری، یگان چیزی در اینها وجود ندارد. پس میگذاریم در چیزی که قسم دوم گفتیم تقدیری وجود دارد در زیرش. دقت بدید اون چی است؟ اون لام کی هست. پنجم لام کی گفتیم در تحتش ان مضمرن جوازن وجود دارد. ببینید مثلا من شما را سوال میکنم لماذا تشاهدون دروسی؟ مثلا من شما را میگم به خاطر چی شما درسای مرا گوش میکنید، درسای مرا تماشا میکنید؟ به خاطر چی؟ پس شما جواب میتید که لی اتعلم یا لی استفید. دقت بدید. مثلا لی اتعلم، مثلا لی اتعلم. دقت بدید. لی اتعلم. ببینید لی اتعلم، لی اتعلم. اکنون اینجا در لی اتعلم پیش از اونه که لی بدراید اتعلمو بود. دقت دادید؟ اتعلمو تعلیم میگیرم من. یا مثلا که استفیدو، استفیدو. ببینید استفیدو آخرش چیه؟ دم است. اتعلمو پیش از اونه که لام بدراید. اتعلمو تعلیم میگیرم، استفیدو فایده میگیرم. اکنون دقت بدید. اکنون در جواب سوال من شما گفتید که لی، اکنون میگوید که لی در اینجا یک لی که آمد این ضمه را به فتحه بدلش میکند، لی اتعلم. یا که مثلا در اینجا لی که آمد پس میگوید که لی استفید، آخرش چیکار کرد؟ نصب کرد. پس سوال همین لی نصب کرد یا در زیرش یک ان پنهان است؟ بعضی علما میگن که ان پنهان است. جایزن جایز است بگوی لی اتعلم و همچنین جایز است همین کلمه را به این طریق میگویی لی ان اتعلم. دقت دادید؟ لی ان اتعلم. ان در اینجا پنهان است، در اینجا آشکارش کردم. در اینجا هم همین کار کنید، لی استفیده یا لی ان استفیده. ان رو آشکار کنید، جایز است. چی پنهان کنید چی آشکارش کنید، هر دش چی است؟ جایز است. دقت دادید؟ هر دش جایز می باشد. این حالت دومی تقسیمی
نواسبی دهگانه بود که آخرش چی میشد؟ آخرش بعدش ان جایز است که آشکارش کنیم چطوری که آشکارش کردیم و جایز است پنهانش کنیم چطوری که در این دوتا پنهانش کردیم. تقدیری است، یعنی که انمون آخره چیکار کرد؟ آخره نصب کرد. خب اکنون میگذاریم در قسم سیوم. گفتیم واجب است که ان پنهان شود. اون 5 تا است. اونها کدام است؟ دقت بدید. قسم سیوم را دقت بدید که ان در پشت اونها پنهان شده است. واجب است که پنهانش کنیم. آشکار کردنش درست نیست. یکمش لام چیه؟ یکمش لام جحود است. لام چی است؟ این لام کی رو بعضی کلامی که نوشتیم این لام رو بعضی لام تعلیل ش میگن. لام کیش میگن یا لام تعلیل. مثلا لماذا جئت؟ من میگم که برای چی اومدی؟ میگن لاتعلم یا لان اتعلم. انا می لام تعلیل است یا لام کی. هر لام کی لام تعلیل یک چیز است. خب اکنون قسم سوم گفتیم یکم لام جحود است. لام جحود چی طور است؟ دقت بدید. مثلا الله در قرآن میگه که و ما کان الله لیعذبهم دقت بدید لیعذبهم و ما کان الله درجه چی است؟ ما کان الله و ما کان الله لیعذبهم. دقت دادید؟ اکنون دقت بدید اینجا را. اصل پیش از اونه که لام بود رایت اینجا یعذبو بود، فعل مضارع مرفوع بود. یعذبو یعنی که عذاب میدهم من آنها را. یعذبو عذاب میدهم من آنها را. اکنون در اینجا لامی جحود آوردیم. لی یعذبو بود میشود یعذبه. دقت دادید؟ یعذبو بود چی شد؟ یعذبه. و ما کان الله لیعذبهم یعنی الله تبارک و تعالی اونها را عذاب نمی کند. در دوام آیت میگه و انت فیهم، در حالی که تو در بین اونها هستی، یعنی در حال پیغمبر صلی الله علیه و سلم در بینشون است، الله اونها را عذاب نمی کند. اکنون دقت بدید این لام نامش لام کی است. حالا پیشتر یک لام دیگر نوشتیم گفتیم لامی این لام جحود است. معذرت لام کی نه لام جحود است. پیشتر یک لام دیگر نوشتیم لام کی بود گفتیم که لی تعلم. مثالی که حالا نوشتگی بودیم لام را ببینید کسره است. لام را ببینید هر یک خلام است. پس ما از کجا بدانیم که این لام لامی تعلیل است، لامی کی هست، این لام لامی جحود است؟ فرق چه خیل بکنیم؟ دقت بدید این بسیار مهم است. فرق همین است که لام جحود یعنی لام نفی پیش از لام جحود و ما کان می آید یا که لم یکن می آید یا غیر و کائنین انمی چیزها می آید. برای خود من کون منفی پیش از لام جحود کون منفی می آید. کون منفی ما کان یا لم یکن یا غیر و کائنین اینها را چه میگن؟ کون منفی. پیش از انمی لام جحود انمی تا باید کون منفی بیاید. اما پیش از لام تعلیل لامی کی این چیزها اومدن شرط نیست، این چیزها هم نمی آید. دقت دادید؟ پس فرقیت بین این دو لام هر دوش کسره است، هر دوش در فعل مضارع می دراید، هر دوش آخر نصب میکند. پس از کجا بشناسیم؟ با کونی منفی میشناسیم. خب این یکم حالتی بود که اکنون در تحت این نصب از کجا آمد؟ اینجا گفتیم انا جایز است که آشکار کنیم، اما در اینجا آشکار کردنش جایز نیست. در اینجا در تحت لی یک تا ان گفتنی ان ناسبه که در اول کتاب هست این طور یک ان هستی، لیکن ان واجب است که تحتش پنهان شود، آشکار کردنش جایز نیست. خب این یکم بود. و دویم حتی است. حتی همچنین از نواسب است. مثلا که الله در قرآن میگه از قوم موسی سخن میکنه، میگه که حتی ببینید حتی یرجع موسی یعنی تا زمان بازگشت موسی.
اکنون دقت بتید پیش از اونه که حتی در اینجا باشد این یرجعو بود. یرجعو آخرش چی بود؟ دمه بود. یرجع موسی یعنی باز میگردد حضرت موسی. اکنون در اینجا وقتی که ما نواصب حتی را آوردیم پس می شود که حتی یرجعونه یرجع. دقت دادید؟ پس آخرش نصب شد به مثل اینها. چرا؟ زیرا که در تحت حتی پنهان است یک ان. این ان در تحت این پنهان است. ان همین ان ایرا ناصبه کرد، نصب کرد. دقت دادید؟ پس یرجع منصوب است به ان مضمره وجوبا بعد حتی گفته تعلیل کرده بیان میکنید. پس میگید یرجع فعل مضارع منصوب به ان مضمره وجوبا بعد حتی. در اینجا یعذبه فعل مضارع منصوب به ان مضمره وجوبا بعد لام الجحود. بعد لام گفتیم یک ان هست. در اینجا میگیم لیتعلمه فعل مضارع منصوب به ان مضمره جوازن بعد لام تعلیل یا که لام کی اینجا جوازن میگیم. در اینها چی گفتیم؟ وجوبا. واجب است که پنهانش کنیم. دقت دادید؟ خب و الجواب بالفاء والواو. اکنون جواب با فا و واو این خیلی تفصیلات زیاد میخواهد. این را در شرحاش یا در کتابای بعدی با تفصیلات چه میخونیم. حالا فقط یک مثال میاریم. مثلا یک کس ما را میگوید یا یک کس را میگوییم که لا تعصلها. ببینید لا تعصلها. ببینید یعذبک است. اما در اینجا والجواب بالفاء میگد. فا را میاره میگیم فا. فا را میچسبونیم چی میشود؟ میشود فا. این فا که چسبید یعذبو بود فعل مضارع آخرش دمه بود. آخرش چیکار میکند؟ نصب میکند این فا. دقت داده؟ این فا آخرش نصب کرد. چرا؟ این فای جواب به چی است؟ جواب بالفا است. فای سببیه. دقت داده؟ فا یعذبک میگیم. یعذبک نه یعذب فیعذبک. با در همین جای فا این را بگیرید و در جاش چی را بمونید؟ در جاش واو بمونید. و یعذبک چطوره گفتی؟ والواوی یا واو. و یعذبک آخرش چی میشود؟ آخرش نصب میشود چطوره که فا شده بود. دقت دادید؟ پس این فعل مضارع آخرش منصوب شد با واو یا که با فای سببیه. خب آخرین این واو یا که فایی که نوشتیم اون خود چون گفتیم ناصبه نیست. بعد چون یک ان پنهان شده است که واجب است که پنهان کرده شود. دقت دادید؟ خب میگذاریم به بعدش. آخرین نواصب دهم نواصب این چی است؟ او هست. او به دو معنی می آید. مثلا میگویی که یک کس میگوید که لاقتلن الکافر لاقتلن الکافر یعنی می جنگم با کافر. پس میگوید که او یسلم یا که مسلمان شود. یسلم پیش از این او بدراید اینجا یسلمو بود. یسلمو مسلمان می شود و این مرد. دقت بدید لاقتلن الکافر او آمد. این او آخر فعل مضارع را چیکار کرد؟ نصب کرد. خود این او نه یک ان مضمره وجوبا بعد این ان هست پنهان شدگی است. دقت دادید؟ او یسلمه شد آخرش نصب شد. پس این او به معنای الا هست. ایرا دقت بدید. الا یعنی که لاقتلن الکافر الا پس ان را آشکار میکنیم اکنون ان یسلمه. لیکن او رو بگیم ان رو نمیگیم. میگیم لاقتلن الکافر او یسلمه یا یعنی با کافر می جنگم تا زمانی که
مگر اینکه مسلمان شود. مسلمان که دیگر نمی جنگم. دقت دادید؟ او یسلمه آخرش چی شد؟ آخرش نصب شد. پس گفتیم این او خودش نه بلکه یک ان در تحتش پنهان است که انمون آخرش نصب کرد. این یکم حالت او بود. حالت دومی او اینجا را برای نوشتن آماده کنیم. دقت بدید. حالت دومی همین طور او هست لیکن به معنای اله می آید. مثلا یا آدم میگوید که لا استسهلن ببینید لن الصعب او ادرک المنا. ببینید او ادرک المنا. ببینید اینجا این او هست، همین او هست. دقت بدید همین او هست. پیش از اونه که او بدرید اینجا ادری کو بود، آخرش چی بود؟ دمه بود. یعنی پیدا بکنم، دریافت بکنم. ادریکو. وقتی که این او درآمد ادریکو را گرفت و ادریکه کرد. دقت دادید؟ لاستسهلن الصعب او ادریک المنا. یعنی که حتما آسان احساس میکنم یا آسان برداشت میکنم قینی ها را، یا صبر و تحمل میکنم در قینی ها. ای او به معنای اله هست. اله یعنی تا اکنون ان آشکار می شود. چطوری که الا ده ان آشکار شده بود. اله اینجا ده او به معنای الا بود، اینجا ده او به معنای چی هست؟ اله هست. اله ان ادرک المنا. یعنی که آسان و تحمل میکنم در سختی ها و قینی ها تا زمان رسیدنم به مقصد و امیدم، منا مقصدم، مرامم، درخواستم. تا به مقصد و درخواستم رسیدن اکنون مشکلات صبر میکنم تا اینکه به مقصدم برسم. دقت دادید؟ پس اینجا ده او به معنای اله هست، اینجا ده او به معنای اله هست. اکنون در جا اله هست، در جا اله هست، اینها را در شرح این خواهیم به تفصیل خواند. پس این بود نواصب دهگانه که یک تا مثال هایشان را بیان کردیم. اکنون صاحب کتاب میگوید که والجواذم 18. جازم ها میگوید فعل مضارع را آخرش جزم میکردگی ها میگوید همگی 18 دانه هست. 18 تا جوازم وجود دارد میگوید. بیاید اکنون جوازم را یک تا همچنین با مثال هاش میخونیم و دقت میدیم که اونها چی هستند. و هی اکنون از این 18 تا یکمش لم هست. به مثل چی؟ به مثل در سوره قل هو الله احد ما به شما میگیم که لم یلید. ببینید یلید. لم اصلش یلیدو بود. یلیدو. وقتی در اولش لم که در آمد این را آخرش ساکن کرد شد لم یلید. دقت دادید؟ مثلا ببینید یاد ریبو میزند وی مرد، آخرش ببینید دمه. در اولش وقتی لم بیاریم می شود لم یاد ریب، آخرش ساکن می شود. یکم جوازم این چی بوده است؟ لم بوده است که آخر فعل مضارع را جزم می کند. و دویم جوازم لما هست. لما به مثلا لما دقت بتید. مثلا بگم که لما مثلا در اینجا بیا بگذاریمش، این لم رو میگیریم، این اصل چی بود؟ یضربو بود. وقتی که لما را مونده میشود لما یضرب. پس ترجمهش تا به حال نزده است و این مرد. دقت دادید؟ لما همچنین از جازمه بوده که آخری فعل مضارع را جزم کرد. دوم و سوم علم هست. ما و شما در قرآن میخونیم در سوره علم نشرح لک میگیم چی؟ علم. دقت بتید. علم نشرح لک صدرک.
نشرح. آخرش چی است؟ آخرش پیش از اونه که لم بدراید نشرحو بود. نشرحو. وقتی که علم لم که در آمد در اینجا شد که نشرح. علم نشرح لک. ببینید آخر فعل مضارع چی شد؟ ساکن شد. برای چی؟ برای در اولش علم در آمد. پس میگیم الحمزه للتقریری و لم حرف نفی و جزم و قلب گفته پیشکی اینها را خوندگی بودیم. و لم هم همین طور است، به مثل همین که مثلا یا آدم رو من میگویم که علم، دقت بدید، علم احسن الیک. ببینید علم احسن الیک، احسن پیش از اونه که علم بدراید احسنو بود، یعنی خوبی میکنم من برای تو خوبی میکنم. وقتی علم که در آمد در اینجا چی شد؟ ساکن شد. علم احسن الیک. فعل مضارع آخرش مجزوم به لما. پس میگیم حرف همزه تو تقریر، لما حرف نفی و جزم و قلب. چطوری که لم دمی گفتیم همون گپ است. تو احسن الیک، احسن فعل مضارع مجزوم به لما، در اینجا فعل مضارع مجزوم به لم، در اینجا فعل مضارع مجزوم به یلید، فعل مضارع مجزوم به لم. لما یضرب فعل مضارع مجزوم به لما. دقت دادید اینها جزم کرده ایستادن. یعنی علم احسن الیک یعنی تا به حال من برای تو نیکویی نکردم. ترجمهش علم احسن الیک، آیا تا به حال من نیکویی برای تو نکردم؟ یا علم نشرح لک صدرک، آیا تا به حال کشاده نکردم من قلب تو را؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم را الله تبارک و تعالی میگوید. خب بعد از این ولام الامر و دعا، لام امر هست و همین لام امر رو اگر نسبت به الله باشد پس لام چیش میگن؟ دعاش میگن. مانند چی؟ مانند مثلا میگیم در بدون ما شما خواندن لام با لام لیضرب، انمی لام امری که اینجا میگه انمون لام است. مثلا ببینید عد، مثلا یضربو بدنه ریبو، وقتی که در اولش لا را میداره لی را میداره میشود لیضرب، آخرش چی میشود؟ ساکن میشود. برای چی؟ برای لام امر در آمد. لام امر آخر فعل مضارع ساکن کرد. در افعال خمسه حذف نون میکند. همه این گفته استودیم اینها. مثلا یضربانی باشد لیضربا، نون از بین میرود. یا لم مثلا یضربانی باشد میگیم لم یضربا، نون از بین چیکار کرد؟ رفت. خب و امر و لام دعا هست. لام دعا به مانندی مثلا اهل دوزخ میگوید که لیقضی، ببینید لیقضی علینا ربک، ربک. ببینید لیقضی این لام به مثل همین لام هست، لیکن این نسبت به الله که هست نمیگیم لام امر، یعنی که ما الله را امر نمیکنیم. بلکه را چی میگیم؟ لام دعا. لام دعایه یقضی فعل مضارع مجزوم به لام دعایه و علامت جزمش چیه؟ حذف حرف یا است. در اینجا اصلش یقضی این طور بود، یقضی یا داشت. وقتی که لام امر آمد حذف کرد حرف چرا؟ حرف یا را. چطوری که در فعل های ناقص گفته بودیم که علامت جزمش حذف حرف علت است. پس در اینجا مجزوم است با لام، علامت جزمش حذف یعنی حرف علت است. لیقضی علینا ربک یعنی تا اینکه یعنی پروردگارت برای ما طلب میکنه از پروردگار که برای ما چیکار کند؟ برای ما حکم بکند، برای ما اهل محشر این دعا را میکند. خب این لام امر، این لام امر شد، این لام دعا شد. برای انسانیت برای دیگه کس باشه میگیم لام امر، اما برای الله که باشه میگیم لام چی؟ لام دعا. و بعد از این لام ناهیه، لای ناهیه است. لای ناهیه به مثل
مثلا میگیم که لا تضرب، لا تضرب، تضرب. اصل پیش از اونه که لا بدراید در اینجا تضریبو بود، میزنی تو یک مرد. لا که در آمد میگوی لا تضرب، آخرش چیکار میکند؟ ساکن میکند. این لای چه؟ لای ناهیه. ما شما در فعل نهی در بدون این را در 14 صیغه فعل مضارع معلوم و مجهول مانده و تغییراتش چی میشید گفتگی بودیم. پس این همون هست که نون های عوض رفیع را حذف میکند و فعل هایی که در آخرش حرکت دارند در 5 جا اونها را حرکتاش ساکن میکند، فعل اگر آخرش صحیح باشد. اما اگر آخرش به مثل حرف علت باشد، حرف علت چیکار میکند؟ حذف میکند، از بین میبرد. و همچنین لای دیگر داریم، لای دعاییه است. لای نهی نیست، به مثل این لای دعاییه است، به مثل همین عمل میکنه اما نامش لای دعاییه است. برای چی؟ برای اینکه نسبت به الله است. مثلا که ما دعا میکنیم که ربنا لا تؤاخذنا، ببین لا تؤاخذ، لا تؤاخذ، دقت بتید، لا تؤاخذ، لا تؤاخذنا، دقت دادید. اصلش چی بود؟ لا تؤاخذنا بود. این ذ پیش از اینه که لام بود رویت ضمه بود، دقت دادید. اصل ضمه بود. وقتی که لای دعایت درآمد آخرش چیکار کرد؟ ساکن کرد. چید؟ لا تؤاخذنا، یعنی تو مؤاخذه نکن ما رو ای الله، عذاب نکن ما رو ای الله. اکنون دیگر این نهی نیست که ما الله رو بگیم که این کار نکن معنوش بکنیم، نه، طلب میکنیم. برای خاطر میگه لای دعاییه و دعا، لای دعاییه که ای الله ما رو مؤاخذه و عذاب نکن. چطوره که در اینجا آخرش چیکار کرد؟ آخرش ساکن کرد، جزم کرد. این لا که نامش نسبت به الله کی است؟ نامش چی است؟ لای دعاییه. خب اینها تا اینجا چند تا که خواندیم، لم و لما و علم و علما و لام الامر و لام دعا و لا فی نهی و لای دعا، اینها همه‌شان یک فعل رو دیدید که جزم کرد و خلاص. ببین لیقضی یک فعل، لا تؤاخذ یک فعل رو، لا تضرب یک فعل رو، لیضرب یک فعل رو، اینها یک فعلی رو جزم کردند و خلاص. اکنون باقی ماندهش اینجا در مثال هاشو چطوره که شما میبینید 11 تا باقی مانده، هر یک تا اینها دو فعل مضارع را جزم میکند، یک ترانه و مثل اینها یک ترانه، بلکه دو تره. بیاید یک تا اکنون میخونیم که اینها چی هستند. دقت بتید. میگوید که الجوازم یکم این هست، در اینجا میگوید که و اینها، دقت، اینها از این سر کرده و این و ما و من و مهما و اذما و ایو و متا و ایانا و اینا و انا و حیثما و کیفما و اذا فی الشعر خاصتا، اینها به 4 قسم تقسیم می شود. در دفتراتون بنویسید. خلاصه اش همین. از اینها حرف هستند، فقط این حرف است. دقت دادید؟ گفتیم کلمه به 3 قسم تقسیم می شود، اسم و فعل و حرف. انا همین این حرف است، فقط این حرف است. یکم خب اتفاق است، با اتفاق حرف است. و دوم اذما چطوره که در اینجا شما میبینید اذما در جای دوم نوشتمش اذما اختلاف است، بعضی میگن حرف است، بعضی میگن اسم است، اما قول راجح همین است که این اسم است. این معذرت میخوام، این حرف است، به مثل این اتفاق است که حرف است، این قول راجح همین است که این حرف است. دوم تقسیم. تقسیم سیوم از اینجا اینها غیر مهما باقی مانده همه‌شان اسم هستند به اتفاق، قسم سیوم. و قسم چهارم مهما اختلاف است، اسم است یا که حرف، قول راجح همین است که این اسم است. دقت داده 4 تقسیم. این 4 تقسیم را یک تا جدا کرده در دفتراتون بنویسید. اکنون بیایید یک تا مثالش میخونیم که اینها چیکار میکند. و این حرف است، لا محل است. پس میگیم این تدرس،
دقت کنید آخرش رو. این در اولش درآمد تدرسو بود، آخرش ساکن کرد. این تدرس تنجح. ببینید تدرس تنجح دو فعل رو جزم کرد. اینجا در اینها یک فعل جزم میکنه، این دو تا را جزم کرد. آخرش ببینید جزم کرد. یعنی که اگر که درس بخوانی پیروز میشوی. این تدرس رو فعلی شرط میگوین، تنجح رو جواب شرط میگوین. این در تحلیل کلمه همین طور است. این حرفی شرطیش میگوین. این حرفی شرط است که این فعل شرط و جواب شرط طلب میکند. تدرس فعل شرط است، تنجح جواب شرط است. هر دوشم چطوری که شما دیدید که آخرشان ساکن است. یعنی که ترجمهش اگر که درس بخونی پیروز میشوی. این یکمش بود. پس این گفتیم حرف است با اتفاق. خب دوم، اذ ما تتعلم تتقدم. اگر که تعلیم بگیری تتعلم آخرش ساکن شد. برای در اولش اذ ما است، حرف شرط است. با قول راجع گفتیم حرف شرط است. تتقدم آخرش ببینید اذ ما همچنین دو فعل آخرش چیکار کرد؟ جزم کرد. برای این یکمش فعل شرط است، دومش جواب شرط است. دقت دادید؟ اذ ما تتعلم، اگر تو تعلیم بگیری تتقدم پیش قدم میشوی. پس تتعلم فعل شرط است، تتقدم جواب شرط. هر دوشان هم چطوری که میبینید مجزوم است. اذ ما دو فعل جزم میکند. و بعد از این من هست. پس میگوید که من یطیع الله یرضا عنه. یطیع اینجا اصلش ساکن است. دقت دادید؟ اصل این اطاع یطیع بود. یطیع ببینید یطیع. وقتی در اولش من در آمد آخر جزم کرد. جزم کرد التقای ساکنه شد، یا را از بین بردیم شد یطیع. چطوری که میبینید من یطیع آخرش اصلش چیه؟ ساکن است. برای من این فعل شرط است. چطوری که در اینجا گفتیم فعل شرط جزم می شود. یرضا در اینجا مجزوم علامت جزمش حذف حرف علت است. چطوری که در اینجا گفتیم یا حذف شدگی است، در اینجا الف حذف شدگی است. اصلش این طور بود یرضا. ببینید یرضا. وقتی که جواب شرط شد در جایگاه جواب شرط قرار گرفت باید مجزوم میشد به مثل اینها. پس علامت جزم فعل ناقص حذف حرف علت است که چطوری میبینید یا را حذف کرده میشید یرضا عنه. ترجمهش هر کسی که اطاعت میکند الله را، الله از اون شخص راضی میگردد. پس من این ادوات شرط است و اسم است. یطیع فعل شرط است، یرضا جواب شرط است. فعل شرط مبنی علی مجزوم به من به فعل به ادات شرط. یرضا همچنین مجزوم است، علامت جزمش حذف حرف علت است چطوری که بیان کردیم. و الفتحه دلیل علیها میگفتیم، یعنی این فتحه‌ای که میبینید نشانه است که در اینجا یک الف حذف شدگی است. چطوری که در اینجا کسره نشانه است که برای این یا حذف شدگی بود. دقت دادید؟ خب سیومش من یطیع الله یرضا عنه. هر کسی که الله را اطاعت میکند الله از اون شخص راضی میگردد. خب ما همچنین این من برای عاقل است. پس یک تک بود در دوامش بنویسید. من برای چی است؟ برای عاقل است. یعنی هر شخص عاقلی که اطاعت الله را میکند الله از اون شخص راضی می شود. این برای انسانیت استفاده برده می شود. اما ما تتعلم ما تفعل من خیر. اینجا تفعلم ما کردگی هستیم، اینجا غلط نوشتگی هستیم. ما تفعل هست اصلش. ما تفعل. دقت بتید. ما تفعل من خیر ینفعک. دقت بتید. ما برای غیر عاقل است. ما برای غیر عاقل است. مثلا ما تفعل آخرش ببینید چی شد؟ ساکن شد. این ما آخر فعل مضارع را ساکن کرد. من خیرین ینفعک. ینفعو بود. این جواب شرط که شد آخرش ساکن شد به مثل اینها.
دیدید؟ ما تفعل من خیرین ینفعک، یعنی هر چیزی را که از چیزهای خیر انجام میدهی اون تو را فایده میرساند. پس تفعل فعل شرط است، ینفع جواب شرط است. دقت دادید؟ فعل شرط جواب شرط هر دوشون هم مجزوم است، چطوری که شما ساکن رو میبینید. خب بعد از این پنجم، مهما تبطین تظهره الایام. ببینید مهما تبطین فعل شرط، تظهره جواب شرط. دیدید؟ مهما همچنین برای غیر عاقل است، ما و مهما برای غیر عاقل است، من برای عاقل است گفتیم. پس مهما یعنی هر چیزی را تبطین تو پنهان میکنی، تظهره الایام آشکار میکند او را روزگار زندگی. امروز پنهانش کردی فردا آشکار میشود، پس از فردا 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال پس آشکار میشود. برای میگد مهما هر چیزی را، برای خاطر چیز میگیم برای غیر عاقل است، هر چیزی را که پنهان میکنی تو آشکار میکند همون چیز را روزگار، روزها گذشته و آساسته آشکار میشود. ببینید تبطین فعل شرط، تظهیر جواب شرط، هر دوشون هم مجزوم است، چطوری که شما میبینید. بعد از این متى، متى این برای زمان است. مثلا که متى تقرأ فعل شرط، اسمع جواب شرط، یعنی هر وقتی که تو میخوانی من گوش میکنم. ببینید هر وقتی که میخوانی گوش میکنم. متى تقرأ فعل شرط آخرش ساکن مجزوم، اسمع جواب شرط، پس هر دوشون هم چی شد؟ مجزوم شدن و علامت جزمشون سکون است، چطوری که شما میبینید. پس متى برای چی بوده است؟ برای زمان، هر زمانی که، هر وقتی که. ایانا، ایانا همچنین برای زمان است. ببین میگه که ایانا تسافر، یعنی هر کجایی که تو سفر میکنی یا هر وقتی که تو سفر میکنی، ارافق که، یعنی من همراه تو میشوم. ایانا به مثل متى برای چی است؟ برای زمان است، یعنی هر وقتی که، هر زمانی که سفر میکنی تو، ارافق که من همراه تو سفر میکنم، رفیقت میگردم در سفر. ببینید تسافر فعل شرط، ارافق جواب شرط، هر چه ببینید ساکن است. پس اینها گفتیم دو فعلی رش جزم میکند، چطوری که شما دیده ایستادید. خب بعد از این عینه، این دو تا برای چی بود؟ برای زمان. اکنون عینه، عینه برای چی است؟ عینه برای مکان هست، برای جای. میگه عینه تذهب، اذهب، یعنی هر کجایی که تو میروی من هم میروم، هر کجایی که تو میروی من هم میروم. عینه تذهب فعل شرط، اذهب جواب شرط. دیدید هر دوش همین عینه که ظرفیه شرطی است، اسم ظرف شرط است، یعنی هر کجایی که تو بروی من هم میروم. ایرا دو طرح چکار کرد؟ جزم کرد، فعل شرط و اینش جواب شرط. تذهب فعل شرط، اذهب جواب شرط. این گفتم برای مکان است. انا همچنین برای مکان است. انا تکثر آخرش ساکن است. انا تکثر المدارس ینشر آخرش ساکن است. التعلیم. دقت دادید؟ انا یعنی در هر کجایی که بسیار می شود مدرسه، ینشر پهن می شود، منتشر می شود تعلیم. در کجایی که مدرسه بسیار شد تعلیم زیاد می شود. دقت دادید؟ انا در هر کجایی که، یعنی که این مکان است، در هر جایی که، در هر مکانی که تکثر زیاد می شود فعل شرط، ینشر پهن می گردد جواب شرط. دیدید تکثر ینشر هر دوشون مجزوم هستند به چی؟ به انای ظرفیه جازمه. و بعد از این حیثما، حیثما همچنین برای مکان است. پس عینه، انا، حیثما برای چی بودن؟ برای مکان. میگه انا تجلیس آخرش ساکن، اجلیس آخرش ساکن. تجلیس، حیثما تجلیس، اجلیس. این تجلیس فعل چی است؟ فعل شرط است. اجلیس جواب شرط است. پس حیثما تجلیس اجلیس، ترجمهش هر کجایی که تو بشینی من میشینم، هر کجایی که تو بشینی
من هم میشینم. حیثما برای خاطر هر کجایی که میگیم، یعنی هر جایی ده که برای اسمی چی است؟ اسمی مکان است، ظرفی مکان است. تجلیس فعل شرط، اجلیس جواب شرط، هر دوشون ببینید مجزوم است، علامت جزمشون ساکن می باشد. خب آخرینش کیفما. کیفما این برای حال معین میکند، حال رو. مثلا میگوی کیفما تمشی، امشی، در اینجا یا حذف شدگی است، در این هم یا حذف شدگی است. یعنی کیفما حال بیان میکنه، یعنی که چی طوره که تو میروی من هم میروم، حال بیان کرده سی. کیفما چی طوره که تمشی تو راه میگردی، امشی من هم راه میگردم. پس تمشی فعل شرط مجزوم، علامت جزمش حذف حرف علت است. چطوره که در اینجا بیان کردیم که الف حذف شدگی است، در اینجا گفتیم که یا حذف شدگی است در یقضی. پس در این تمشی اصلش چی بود؟ تمشی بود، تمشی، آخرش تمشی، آخرش یا داشت. وقتی که فعل شرط که مجزوم می شود از جوازم است، این اسم شرط و حرف علت چیکار کرد؟ حذف کرد. چی؟ تمشی، به حذف حرف علت. پس میگیم تمشی فعل شرط مجزوم و علامت جزمه حذف حرف العله و هی الیاء و الکسرة قبلها دلیل علیها. این کسرت دلیل است. چطور در اینجا گفتیم در یقضی که این کسره لیقضی دلیل است برای یا حذف شدن، پس در اینجا به مثل همون این کسرت دلیل است. و در امشی هم همچنین این جواب شرط است. پس فعل شرط مجزوم علامت جزمش حذف حرف عله و جواب شرط مجزوم و علامت جزمش حذف حرف چی؟ عله. پس این هست چه؟ اسمهای فعل، اسمهای شرط یا جوازمی که دو فعلی را جزم میکنن. پس این هست جوازم. اکنون یک تای دیگر در اینجا نوشتگی نیستم از داخل اینها، اون کلمه ایون هست. ایون، دقت بدید. این کلمه ایون، کلمه ایون این اسم هست. این بعضی حالتا برای عاقل می شود به مثل من، بعضی وقتا برای غیر عاقل می شود به مثل ما و مهما، بعضی وقتا برای ظرف مکان میشه به مثل متا ایانه برای اسم مکان، بعضی وقتا ایو برای اسم متا ایانه اسم زمان بود و اسم مکان میشه به مثل اینا و انا و حیثما، و بعضی حالتا به مثل کیفما میشود. از این حساب میگن که ایو یصلح للجمیع میگن، یعنی ایو وابسته به چیزی که بعدش میویه. مثلا میگوی که ای کتاب تقرا اقرا، دقت بدید. میگوی که مثلا ای کتاب تقرا اقرا، دقت دادید. ای کتاب، اینجا ای برای غیر عاقل است، برای ای بعدش کلمه کتاب اومد، کتاب غیر عاقل است. پس می شود که ای کتاب تقرا فعل شرط، اقرا جواب شرط. ای چی است؟ این شرطیه هست، دقت دادید. پس انا همین طور می باشد. یک بار دیگر میخونه، میگه که و این و ما و من و مهما و اذما و ایو و متا و ایانا و اینا و انا و حیثما و کیفما و اذا فی الشعر خاصتا. اما اذا باشد این خاص شعر است، این در کلمه این طور نمی آید. این در شعر شاعرهای عرب که می نویسند، پس اذا را همچنین میارن و جزم میکنند دو فعل رو، چطوری که اینها هم جزم کرده بودن. پس این هست درس امروزه ما و شما. یک چیز دیگر نگفته نماند که این چیزهایی که دیدید همشون مبنی هستند، آخرشون تغییر نیابنده. فقط یگانه یک ایون در داخل اینها، فقط ایون مُعرب است. ایون تنوین قبول کرد، اینجا ببینید ایه شد. مثلا مین اگر در اولش بونه مین ایی می شود، مثلا در اولش مین نموندیم مین ای کسره میگیرد، یعنی که این معرب است، آخرش تغییر مییابد. از داخل جوازم
فقط یک ایو معرب است خلاص، دیگر همهشان مبنی می باشند. پس این هست درس